بهشت خاکش خیلی مرغوب و حاصل خیزه، آبش خیلی شیرین و گواراست، کشتش هم دست من و توست. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دوست داشتید آخرش هم کامل بکن ولا حول ولا قوة الا بالله. این 5 تا جمله رو تو 12 ثانیه میتونید بگید. اگر انفرادی بگید 100 بار بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فکر نکنم بیشتر از 1 دقیقه وقت میگیره. فقط یه اراده لازم داره که این لبات حرکت بکنه. استغفر الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم تو یک مجلسی که نشسته بود با دوستان، صحابه حرکت لبشو میشمردن که 70 بار بلند میشه رو هم قرار میگیره. همش میگه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خودمون 4 ساعت میشینیم غیبت میکنیم، قهقه میزنیم، ولول میکنیم، عین خیالمون جوک داریم میگیم، دروغ داریم میگیم. کاش که یه جوک درست و صحیحی بود. پیامبرم مزاح میکرد، هم خودش میخندید هم دیگران رو به خنده مینداخت، ولی دروغ نمیگفت تو خنده هاش، تو مزاحش. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله صلی الله علیه و سلم قال حلق الذکر. میگه اگر در روی زمین گذرتون به باغی از باغهای بهشت افتاد، خودتون خوب سیراب بکنید، خوب بچرید. وقتی که بهار میشه حیوانات چهارپایان نگاه بکن، اصلا سرشو بالا میاره؟ بالا نمیاره، همش سرش تو آن بهاره، تو اون سبزی هاست. نمیدونم اینو متوجه شدید؟ وقتی که میش سرشو میذاره، لبشو میذاره رو این بهار، اول اینطوری میکنه، با این حسش، چون بعضی اون بوته ها سمیه نمیخوره. شیخ مسلمان ها مشروب هم میخورن، اینطوری نمی کنن. میش که میشه وقتی میخواد بهار بخوره، بعضی بوته ها سمیه، خیلی حواسش جمعه. مسلمان تیریاک هم میکشه. سبحان الله. انسان میگم کدومی که با شعوره، اون یا این؟ خداوند